علیکم. علیکم السلام. سلام بر شبکه جهانی وصال. بنده علی هستم از مینا، از ایمان پاک. 4 سال به قدرت الله به با راهنمایی ها و ارشاد شما، مخصوصا از شبکه جهانی وصال حق آقای انصاری و از شبکه کلمه آقای هاشمی، شرک و خرافات و قبر پرستی رو رها کردم الحمدلله. و الان پاکم، ولی از الله خواستارم که مرا ثابت قدم بدارد آمین آمین و به دور از شرکیات و خرافات مرا بمیراند. آمین آمین. بنده از وقتی که موحد شدم از خانواده، فامیل، مخصوصا از خانواده، از افراد درجه 1 خانواده هم طرد شدم، ولی خدا را شکر میگویم که و خانواده هم را از این شرکیات نجات دادم. الحمدلله. لازم به ذکر است 2 شب پیش با یکی از دوستان که شیعه می باشد رو مسئله این که چرا مذهب تشیع را ول کردی، چرا به ما پشت کردی، چرا خیانت کردی، بحث و گفتگو کردیم و یک سوال کردم، گفتم چرا شما فقط الله را نمیخوانید؟ میدانید که گفت اگر ما یا علی میگوییم مراد از آن الله هست، یعنی یکی از اسامی الله علی است، بخاطر همین یا علی میگوییم و از این حرف خنده هم گرفت. بازم از شما تشکر میکنم بخاطر برنامه‌های خوبتان. خدا یار و نگهدارتان. سلامت باشید برادر عزیز بزرگوار. ما هم از شما تشکر میکنیم و دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی به شما ثبات و استقامت و پایداری در این راه رو نصیب بکنه. این که فرمودید شما طرد شدید از طرف خانواده، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از طرف همه شهر مکه طرد شدن. از طرف عمویشون ابولهب، از طرف عزیزانشون، نزدیکانشون، کسانی که خیلی نزدیک بودن به رسول الله صلی الله علیه و سلم، از طرف قوم و قبیلهشون از شهرشون بیرون کردن. من یقین دارم که امروز کسانی که به راه توحید و یکتاپرستی اومدن خواستن در ایران، شاید کم اتفاق افتاده باشه که کسی رو از شهر و دیارش طرد کرده باشن. اگر شما رو از خانواده‌تون شما رو طرد کردن، میتونید برید مثلا در یک گوشه دیگری از شهر راحت زندگی بکنید، اما برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در کل شهر مکه یک وجب جا نبود که در اونجا برن زندگی بکنن. حتی در خونهشون، داستانش رو همش خبر دارید که خونه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو محاصره کردن. هدفشون این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به شهادت برسونن. قوی ترین جوانان شمشیرزن قریش رو جمع کرده بودن، از هر قبیله 1-2 تا خونه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو محاصره کردن که ایشون رو به شهادت برسونن. و چه توهین ها و اهانت ها و ظلم ها و شکنجه هایی که بر علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیگر یاران ایشون روا نداشتن مشرکین. یک خانواده مسلمان، یک خانواده مؤمن که به پیامبر بزرگوار اسلام ایمان آورده بودن، 3 نفر بودن: عمار، پدرش یاسر و مادرش سمیه. 3 نفر. این 3 نفر رو مشرکین، امیه ابن خلف و دیگر مشرکین، در صحرای سوزان عربستان سعودی، یعنی شما اگر در تابستان یک مایتابه‌ای رو بگیرید و در شنزارهای اطراف مکه میتونید که بدون گاز، بدون برق، بدون اجاق گاز شما میتونید که املت درست بکنید. یعنی به این اندازه در تابستان گرم میشه و بعضی از کلیپ هاش هم در یوتیوب پخش کردن، کسایی اینو تجربه کردن. اصلا بر روی همین شنزارهای گرم اینا رو میخوابوندن، دست و پاشون رو طوری که به صلیب میکشیدن مسیحی ها، همونطور میبستن و اینها رو شکنجه میکردن. به اندازه‌ای که سمیه و یاسر
پدر و مادر عمار رضی الله عنهم اجمعین در زیر همین شکنجه جان دادن. شما تصور بکنید در آفتاب سوزان بدون آب دست و پاشون رو میبستن، انقدر شکنجه کردن که اونها به شهادت رسیدن. سیدنا بلال برده حبشی که توسط ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خریده شد و آزاد شد، مؤذن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کسی که قبل از اسلام برده بیش نبود، اما وقتی که مسلمان شد همه ما مسلمان ها با افتخار میگیم که سیدنا بلال، آقای ما، سرور ما بلال مؤذن کی بود؟ مؤذن رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایشون رو هم در روی همین ریگ‌های داغ اطراف مکه میخوابوندن و ایشون غلام امیه ابن خلف بود، میخوابوندن در اونجا و تخت سنگ بزرگی رو بر روی سینه مبارک ایشون قرار میدادن و ایشون رو ازش میخواستن که لات و منات و عزا رو به نیکی یاد بکنه و به آنچه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورده کافر بشه، اما غیر از احد هیچ چیز دیگری از بلال نمیشنیدن. اینها کسانی بودن که برادر عزیز از من و از شما به میلیون ها مرتبه بهتر بودن. من بارها گفتم در این برنامه، من و تو در راه دین چی کشیدیم؟ آیا اون سختی ها و شکنجه هایی رو که سمیه و عمار و یاسر و بلال و غیر در راه دین دیدن ما 1% رو دیدیم؟ ندیدیم. و وقتی که در راه توحید یکتاپرستی قدم میگذارید، وقتی که از اهل بیت و صحابه میخواید پیروی بکنید، وقتی که میخواید پیرو قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بشید، باید این سختی ها رو تحمل بکنید. این به این معنی نیست که شما همه عمرتون سختی بکشید. بعضی از این سختی ها امتحان است از طرف الله سبحانه و تعالی که آیا شما بر این راهتون پایدار میمونید یا نه. یک مثال بزنم براتون. شما یک شرکتی دارید، میخواید کارگر استخدام بکنید. کسی میاد درخواست میده برای کار، شما بهش میگید خب شما 2-3 روزی اینجا باشید، تجربه میکنیم که شما آیا میتونید از عهده این کارهایی که به شما سپرده میشه بر بیاید یا نه. این طبیعی است که هر انسان وقتی که بخواد کسی رو استخدام بکنه یک مدتی تجربه میکنه ایشون رو و میبینه که آیا واقعا میتونه این کارها رو انجام بده یا نه. الله سبحانه و تعالی ولله مثل الاعلی بنده هاش رو امتحان میکنه، بنده هاش رو با سختی ها، با مشکلات، با گرسنگی، با تشنگی، با فقر، با از دست دادن عزیزان، با اومدن مشکلات و سختی ها، اینا به خاطر این است که الله سبحانه و تعالی میخواد ما و شما رو امتحان بکنه که آیا ما در این امتحان سربلند بیرون میاییم یا نه، از همونجا عقب نشینی میکنیم. چون وقتی شما به این راه قدم میگذارید الله سبحانه و تعالی مسئولیت بزرگی رو به عهده شما قرار میده. میخواد امتحانتون بکنه که آیا واقعا شما از عهده این مسئولیت برمیایید یا نه. این آیه رو من اینجا آوردم که احمد جان نشون بده، در سوره بقره است، آیه 155. الله سبحانه و تعالی بعد از اینکه در مورد جهاد و مجاهدین صحبت میکنه که ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، نگید کسانی رو که در راه الله سبحانه و تعالی کشته شدن اونها مردن، بلکه زندند، ولکن شما نمیدانید. زندن در کجا؟ در نزد پروردگارشون. به این معنی نیست که اونا در دنیا زندن، اونا در نزد پروردگارشون زندن. بعد از این خب جهاد سختی ها داره، مشکلات داره، انسان عزیزانش رو از دست میده، جان خودش رو از دست میده، مالش رو از دست میده. بعد از اون الله سبحانه و تعالی در آیه بعدی چی میگه؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. بعد از این چی میگه؟
میگه بعد از این شما رو ابتلا میکنیم، شما رو مبتلا میکنیم به چی؟ به ترس. یعنی طرف هدایت شده، موحد شده، تو خونه نشسته، کسانی رو دعوت کرده، یک ترس و واهمه ای داره که الان نیروی امنیتی میان منو میگیرن، الان لباس شخصی ها میان منو دستگیر میکنن، زندان میکنن. این یک نوع ترسی است، این امتحان است از طرف الله سبحانه و تعالی. طرف رو میبرن زندان یا حقوقش رو قطع میکنن، یا خیلی ها بودن که انسانهای پولداری بودن در خانواده، مثل حجت الاسلام مرتضی رادمهر، در یک خانواده ثروتمندی زندگی میکرد که بهترین ماشین، بهترین خونه، بهترین امکانیات رو داشت، اما وقتی که موحد شد از خونه طردش کردن، مهاجر شد، در به در شد. دوستانی که باش بودن میگفتن که شاید بعضی شبانه روز در 24 ساعت شاید غذایی هم پیدا نمیکرد برای خوردن. اینها همه ابتلاهایی بود که الله سبحانه و تعالی بنده های نیکشو که میخواد امتحانشون بکنه، اونها رو مبتلا میکنه به این چیزا. و نقص من الاموال والانفس والثمرات، و یعنی نقص یعنی کاهش دادن در مال. طرف میلیونر، بعد از این که هدایت میشه مالش از دست میده، ازش میگیرن و جان عزیزانش رو میگیره، خودش رو در جانش مبتلا میکنه، مبتلا به بیماری میشه، و همچنین کاهش در اون میوه ها و امکانات به اصطلاح خوراکی هایی که داره. الله سبحانه و تعالی چیکار میکنه؟ اینها رو امتحان میکنه. ولکن میگه و بشر الصابرین، و مژده بده به صبر کنندگان، کسانی که صبر رو پیشه میکنن در این مشکلات و در این سختی ها. این صبر پیشه کنندگان کیا هستن؟ الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کسانی که اگر مصیبتی از این قبیل مصیبت ها به اونها برسه چی میگن؟ همه از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم. یعنی این مال، این دارایی، این جان، این عزیزانی که ما داریم همه مال خداست. الله سبحانه و تعالی به ما فرزند داده، هر موقع خواست از ما میگیره. کسی که در این مصیبت از دست دادن فرزند صبر میکنه، الله سبحانه و تعالی بهش مژده میده. در روایتی از متنش رو دقیقا نمیدونم که الله سبحانه و تعالی از همه چیز آگاه هست، منتها در این روایت میخواد برای ما بیان بکنه جایگاه کسی رو که در زندگی الله سبحانه و تعالی رو امتحان میکنه، ابتلا میکنه. و اینم بهتون بگم که هرچه که انسان در مقام بالایی از تقوا و پرهیزگاری وجود داشته باشه، ابتلاش بیشتره. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما نمونه بزرگی هستن. ملک الموت میاد، الله سبحانه و تعالی بهش میگه که چیکار کردی؟ میگه که رفتم و جان فرزند فلان بنده ات را گرفتم. میگه چی گفت؟ این بنده من در مقابل این که فرزندش رو جانش رو گرفتی چی گفت؟ گفت یا الهی شکر تو را ادا کرد. میگه فلان و فلان جنت را به او بدهید. چون این فرزندی که الله سبحانه و تعالی به ما داده، همسری که الله سبحانه و تعالی به ما داده، مالی که الله سبحانه و تعالی به ما داده، این زبان و بینایی و حواسی که الله سبحانه و تعالی به ما داده، همه از طرف اوست. ما اگر همه دنیا یک جا بشیم، یک نوزاد که چی؟ یک ناخن یک نوزاد رو ما نمیتونیم درست بکنیم. الله سبحانه و تعالی 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا بعضیا 10 تا 12 تا فرزند بهشون داده. کی داده اینا رو؟ الله سبحانه و تعالی داده. به کسی دیگه یکی هم نداده. کسانی هستن که در حسرت داشتن یک فرزند هستن، اما نداده الله سبحانه و تعالی. همه دکترها رو رفتن، همه امکانات مادی که در دنیا بوده استفاده کردن، اما خدا بهشون نداده، به یکی دیگه داده. پس این مال من و تو نیست. فرزندانمون، اموالمون، جسممون، همه چیزهایی که ما داریم مالک حقیقیش الله سبحانه و تعالی است. وقتی که مالک یک چیز میاد یک چیز رو میگیره، یک مثال بزنم براتون. شما قابلمه، بیری، چکشی، دوچرخه چیزی از همسایتون آوردید برای استفادهتون. آیا وقتی که صاحبش بیاد طلب بکنه ناراحت میشید؟ طبعا انسان ناراحت نمیشه، چون مال اونه. همه این چی که ما داریم در دنیا مال ما نیست،
مال پروردگار است که به ما داده. پس انسانی که الله سبحانه و تعالی میاد و اون چیز رو از ما پس میگیره، ما باید چیکار بکنیم؟ باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون. اگر اینو گفتیم، الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ بشارت میده به این. بعد از این خیلی جالبه آیه‌ای که بعد از این میاد. بعد از این که انسان مبتلا میشه به یک مصیبتی، انسان گرفتار میشه، الله سبحانه و تعالی انسان رو آزمایش میکنه. احمد جان نشون بده آیه بعدی. وقتی که انسان در مقابل این سختی ها گفت که انا لله و انا الیه راجعون و صبر کرد، میگه اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. اینها از طرف الله سبحانه و تعالی درودها و رحمت بر آنهاست. سبحان الله. یعنی من بنده ناچیز وقتی که در مقابل مصیبتی صبر کردم، الله سبحانه و تعالی پروردگار جهانیان، خالق یکتا، کسی که در روز قیامت میگه لمن الملک اليوم، این ملک و پادشاهی از آن کیست؟ هیچ پادشاهی، هیچ طاغوتی، هیچ فرعون و نمرودی، اینایی که امروز از خودشون شیادها ساختن، فرعونها ساختن، همه در اونجا عریان بدون هیچ قدرتی، در اونجا در پیشگاه الله سبحانه و تعالی جرأت نمی کنن سرشون رو بلند بکنن بگن که ما کسی هستیم. بارها فریاد میزنه لمن الملک اليوم، پادشاهی از آن کیست امروز؟ هیچ کس جواب نمیده. خود الله سبحانه و تعالی میفرماید که لله الواحد القهار، برای الله قهار یگانه است. این الله بر منی که، بر شمایی که صبر میکنید در مصیبت چی میکنه؟ درودها میفرسته. نه یک درود، درودها میفرسته. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، رحمتی از جانب الله سبحانه و تعالی بر اونها نازل میشه. و اولئک هم المهتدون، و اینها هستن، اینایی که صبر کردن، اینایی که تحمل کردن در سختی ها و مشکلات، اینها کسایی هستن که اینها هدایت یافتگانن. اینها کسانی هستن که الله سبحانه و تعالی اونا را هدایت کرده. من، شما، همه انسان ها جمع بشیم قدرت این رو نداریم که انسانی رو هدایت بکنیم، زیرا الله سبحانه و تعالی میفرماید انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو، این خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم است که خیلی اصرار داشتن که عموشون ابو طالب مسلمان بشه. بعد از کوشش های فراوان نشد مسلمان. خیلی نزدیک بود، همه چیزشو در راه اسلام فدا کرد. چقدر از پیامبر صلی الله علیه و سلم پشتیبانی کرد. اما الله سبحانه و تعالی چون میخواست علی ابن ابی طالب سیدنا و امیر مؤمنان مسلمان بشه، ایشون مسلمان شد. پسر خردسال، نوجوان بود حضرت علی که مسلمان شدن، اما پدرش نشد. چرا؟ چون خداوند دوست داشت که علی مسلمان بشه و خداوند دوست نداشت که ابو طالب مسلمان بشه. حکمتش رو خودش میدونه. پس تویی که امروز الله سبحانه و تعالی تو رو هدایت کرده برای یکتاپرستی، این یقین رو داشته باش که الله سبحانه و تعالی تو رو دوست داره، چون اگر دوست نمی داشت هدایتت نمی کرد. پس کسانی که در مصیبت ها و در سختی ها صبر میکنن، تحمل میکنن، شکنجه ها رو، طرد شدن ها رو، مشکلات رو، اونها الله سبحانه و تعالی به اونا میگه که بشر الصابرین، بشارت بده به اینایی که صبر کردن، به اینایی که در این مشکلات و سختی ها صبر کردن و گفتن انا لله و انا الیه راجعون، ما همه از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم، و بر اینها درودها و رحمت الله سبحانه و تعالی است و اینها راه یافتگانند.